و دم. سبحان الله، لیوان آب میخواسته بخوره یک دفعه تبدیل به خون میشده. سفره جلوش گذاشته یک دفعه خون میشه. یکی از شبها زمانی که این خونه قدیمی پدرم که اینجا بودیم ما، یکی از شبها یه حالت بیخوابی بهم دست داد. شب بلند شدم، خیلی اصلا دلم گرفته بود، آمدم تو حیاط، تقریبا ساعت 2:30 شب بود. سبحان الله، یک دفعه یه بویی به مشامم خورد، بو غیر طبیعی بود، یه حالت سرگیچه به انسان. وقتی نگاه کردم که حالا تصور بکنید این قسمت یک تکه پنجره نداشته باشه، همه سفیده، سیمان سفید یا گچ. دیدم که یک تکه سیاست. رفتم نزدیک در بینیم، گرفتم که بو از همینجاست. حالا که نگاه کردم، گیرق میدونی چیه؟ مورچه کوچک. گیرق چند لایه رو هم به دیوار چسبیدن تا بالا. شب بوده، میخواستن هجرت بکنن از زیر همین سوراخ‌هایی که تو لابلای موزاییکه. بعضی موقع همین تونل هایی که تو خونه شماست، شاید میلیون ها مورچه تو همین تونلی که یه سوراخی داره تو این طرف موزاییک، سوراخ تو درزه یا شکاف موزاییک، اون قسمت یک قسمت اون طرف حیاط، اینا به هم وصلن از زیر زمین. اینا شب بوده، نمیدونم چطور از جایی میخواستم برم به جایی، گفتم اصلا قابل شمارش نبود. البته تصور بکن اینجا از پایین تا بالا چند لایه که بعضی دیگه سبک بودن، با باد میافتادن. وسط هم اونجا یک نورگیری بود، درش هم باز بود. گفتم خدایا به دادم برس، اگر اینا بیان داخل حمام یا دستشویی، بعدم بیان اون طرف تو خونه، کارمون تمومه. همین بو آدمو خفه میکنه. ما در مقابل عاجزترین مخلوق، نیازی نیست که تو شب بخوابی، از اون طرف از ترس دزد حفاظ و در و نمیدونم همه چند تا قفل زدید که دزد نیاد، از اون طرف زلزله میشه، حالا دستپاچه میشی. یعنی چیزی که تو از ترسش رفتی داخل خودتو قایم کردی، حالا باید از ترس یه چیز دیگه بیاد بیرون، خودتو پرت بکنی تو حیاط. شب که میخوابید دهنت بازه، شب میخوابی بینید بازه، دهنت بازه، گوشت هم بازه. کافی که یه چیزی بره داخل. یکی از آداب اینه که با دهان نشسته نخوابید. دعای نوزاد میدونی چیه؟ نوزاد، اگر نوزادی بچه کوچیکی دیدید، حالا مال خودت مال دیگری، این دعا رو براش بخون: اعیذک بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه. شنیدید؟ اعیذک، بگید بکلمات الله التامه من کل شیطان و هامه و من کل عین لامه. برای معنیش بکنم، چقدر تو فکر سلامتی جسمی ما و شماست پیامبر صلی الله علیه وسلم و خدا. اینقدر آداب اسلام زیباست که اصلا آدم باید در مقابل این زیبایی دست ببنده و ثناگوی خدا و رسول خدا باشه. خدایا این فرزندمو در پناه تو قرار میدم، خصوصا نوزاد، بچه‌ای که نمیتونه از خودش دفاع بکنه، نمیتونه بگه بابا مورچه، عقرب میاد طرفش بینه باش بازی میکنه، تشخیص نداره دیگه. خصوصا برای این سنین که تشخیص نداره این عقربه یا مورچه است، این گزنده است، نیش میزنه، سمیه، همه رو یک نواخت. تکتیکو میدونی چیه؟ تکتیکو همین که تو بعضی موقع کنار مهتابی بعضی بچه های کوچک همینو گرفته تو دهنش گورد داده، نمیدونه چیه، بازی میکنه، یه دفعه تا تو برسی رفته پایین. میگه خدایا این فرزند رو در پناه تو قرار میدم، اعیذک
در پناه کلمات تام و کامل تو قرار میدهم. من کل شیطان و هامه، از شر هر شیطان انس و جنی، شیطان هم کمین بچه های ما گرفته، و هامه، و از شر هر جانور و حشراتی که چه؟ از شر هر حشره‌ای که موذی است، حشرات. و من کل عین لامه، و از هر چشم حسودی که این بچه رو ببینه ملامت بکنه، هر چشم ملامت کننده‌ای. همه چیز در بر گرفت، هم شیطان، هم حشرات موذی، و هم چشم بد. چرا از این دعاها غافلین؟ چرا سوال نمی کنین؟ خداوند همه ما و شما مزید توفیق عنایت بفرمایند و از این رخدادهایی که در دنیا رخ میدهد درس و عبرت بگیریم. تصور بکنید امشب اون روستاهایی که حالا متضرر شدن با چه دلهره‌ای، ولی شما چه راحت دارید نماز میخونید، نشستید تو هوای خانه. تا چند روز پیش اوائل رمضان خیلی از دوستان میگفتن خیلی گرم تو مسجد. من نمیدونم خواهری است یا مادری است، نمیدونم. من به یکی گفتم پول فرستاده، هم برای فرش هم برای این 4 تا کولر، ولی باور میکنی که نمیدونم اون مادره یا خواهره یا برادره، مرد یا زنه، ولی 80% احتمال میدم که یک مادری است که پول این فرش داده. الان که هوا خنک شده فرش کوبه، خیلی از دوستان میگن سردمون میشه. چقدر آرامش دارید. باید قدر این نعمت ها رو دونست. باور بکنی خیلی ها دوست دارن نماز تراویح با این آرامش بخونن، تو افغانستان دوست ندارن. الان شدت گرفته حملات ناتو و آمریکا و میزنن مسجد با نمازگزارش، مدرسه دینی با طلابش. مشرفی که اون همه ظلم و ستم کرد در و در شد که حتی آمریکا هم خودش تحویلش نگرفت، گفت برو عربستان. تو مصر هم زن نگرفته بود که مثل شاه ایران وقتی در و در شد مصر راش بده. مصر اگر به شاه راه داد به خاطر ثریا بود، ولی گفت بیا اینجا بمیر فقط بس. شاه رفت تو مصر، اونم به حرمت ثریا زنش اجازه دادن که اونجا بمیره ولی زیر زمین بایگانی بشه. میدونی چرا شاه اینطوری شد؟ به خاطر که لقب خدا را به خودش داد. در حدیث وارد شده لقب شاهنشاه همین به همین لفظ، لقب شاهنشاه یعنی ملک الملوک. این لقب خداست فقط. هیچ انسانی بنده حق ندارد که لقب ملک الملوک شاه شاهان به خودش بده. شاه شاهان اللهه. با چه جرأتی به خودش این لقب داد شاهنشاه، شاه شاهان؟ آخرم جایی پیدا نکرد برای مردن، رفت جزیره موریس، یه قصر اونجا داشت. من یه دوست همکلاسی داشتم از جزیره موریس بود، زیباترین جزیره دنیا. گفت که شاه شما یه قصر اونجا داره، یه نگهبانی داره، همطور وله. خیلی مواظب القاب، مواظب رفتار، مواظب اعمال. در فلسطین چه داره میشه؟ دوست ندارن این بندگان خدا آرام بیستن دعا بکنن، خمپاره میاد پایین. در عراق چه میشه؟ در سومال چه میگذره؟ در اریتریه چه میگذره؟ مسلمانان مرو، یک زمانی مرو فیلیپین 100% یک کشور اسلامی بوده، ولی امروز شاید 5% فقط مسلمان درش هست. مسلمان ها از دین فاصله گرفتن، دولت و ملتشون همه مسیحی شدن. یک تعداد مجاهد هستن که اسلحه دستشون رو دارن می جنگن،
استقامت میکنن. قدر این نعمت ها بدونیم قبل از اینکه حسرت این نعمت ها را ببریم. خدا نکنه در منطقه جنگ بشه، ما دیگه طاقت برادران مهاجر افغانیمون نداریم، ما باور بکنی نداریم. اونا خدا یه صبر عجیبی بهشون داده، یه طاقت عجیبی. ولی هممون خودمونو میشناسیم، خودمون اون طاقتشو نداریم. در روز خوشحالی مطیع خدا باشیم تا در روز سختی هوای ما و شما رو داشته باشیم. عزیزمون میگه صحبت را ادامه بدید، از راه دور آمدید. خیلی ممنون، وظیفه ماست که در خدمت شما باشیم، ولی خب چون هر شب هست نمیشه ادامه بدید. میتونید از سیدی ها و نوارهایی که ضبط میشه استفاده بکنید، برای خودتون فراهم بکنید، چون تو نماز قیام ساعت 2 هم مختصر صحبتی میشه. بعضی موقع ظهران تو بعضی مساجد، جاهای دیگر، تو خود اینجا نه، صحبت میشه و فکر میکنم که کافی است. از خداوند توفیق بطلبیم که کلام زیاد نشنویم، بلکه از کلامی که میشنویم بهترین استفاده بکنیم، چون بهترین بندگان خدا کسانی هستند که یستمعون القول فیتبعون احسنه، حرف گوش میدن و بهترین گفته ها رو بهش عمل میکنن. صحبت کم با عمل زیاد کارسازه. موفق و مؤید باشید. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. موفق و مؤید و سربلند باشید. دست همدیگه رو بگیرید، لبخندی بزنید تو صورت همدیگه و همدیگه رو حلال بکنید. انشالله همیشه در راه خدا مستقیم باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.